Salom do'ston. Chqiliki ma'lum guftan man Bohirjon Ahmedov, team lead dar shirkati Silk Road Professions. Imruza man shuma kidi performance improvement hoyi hamin .NET nova shudagi hamina shuma kidi gapzda mebiravim. Yani ki in masalan har soli .NET har xil chizoyi nava dar ovarda masalan testlar میکنن هر خیلی چیزایی که مثلا جاش بود مثلا اینجا اخل کنیم تستر میشد یعنی که شما .NET now و تارگت کنید اوجه .NET new تارگت کنید اوجه implicitly performance improve میشد درباره همون چیزا کمک گفته برویم ای با now API هایی که now .NET new provide کرد وای میتیاد که ما باز جاهای سپیسیفیکه با تستر کنیم. خب یکمش این دیکشنری استفاده میبریم. هم دیکشنری استفاده بردگینده ما یعنی که همون در درونی دیکشنری کی یعنی که من این آیتم گفته کی میتیم همون کینده ما آبیزاتن ایمن ولیو همین تی دادن ما در کا بود مثلا که گیریم یگانت سیمپل استرینگ گیریم ما در همون دیکشنری همون کی استرینگ گیریم اگر ما استرینگ دادن ما در کا بود یعنی که این استرینگ این allocated memory میستاد همون چیز پرابلم بود یعنی که در درونی دیکشنری ما یگان همون کی یافتم به string دادن ما در کا بود. اکنون alternate lookup возможность میتید که مثلا همون دیکشنری و alternate lookup گیریم اگر این همون تیپ دیکشنری ما با یک wrapper возможность میتید که ما با span ها کار کنیم. اصلاش کین span های میداند span.net خب سپن آکری کار کردم این یادم میاد یعنی که ما حالی چه گفتم استرینگ کدی نه اکنون ما سپن کدی در درونی دیکشنری گفتم ممکن همون والیوه این alternate lookup بود اکنون rejects کدی کار کردم یک API ناو یعنی میتونی ناو برآوردن این هر یکتا مثلا که ما پیش enumerate matches میکردیم enumerate match نه enumerate splits یعنی که این list of span های میتید یعنی که این پیش match های داده ما وقت ما match دونشان value بود value ما مثلا اگر string باشد اگر memory و allocate میشد اکنون возможность میتید که split یعنی span های میتید ما span این span این مثلا یگانت memory allocate شدیم یکت hello world گفت string شدیم اکنون همون split کنیم اگر ما دوتا با memory allocate کداسیم اکنون span اگر span کدی همین دوتا جایش گیریم اگر span دوتا همون یکت value میگیرد که من این جا تا من اینجا hello من اینجا تا من اینجا world گفته میگیرد و نیگه خودی value memory و allocate نمیکند. خب دویمش سومش این اکنون اینش extension های memory extension های هست .NET انده این در درونی این API now split داخل شدگی .NET نو این همین span های اکنون ما خودش سپلیت کرده تانیم خودی string به سپلیت کرده میتونیسته که با این اکنون span های ما سپلیت کرده تانیم با این API now search values یکم کس vectorization hardware acceleration کی میداند یکم کس میداند اینجا خب vectorization همین چیز که مثلا یگانت ماتماتیکی رشاد هایا مونده مثلا ما میتونیم دو تا رقم یک دیگرش به جمع کنیم
مثلا ما اینه هم تو پرستوی .NET کده هم تو C# کده جمع کده تونیم خودی .NET پلاس مثلا هاردویر ویکتوریزیشن کدی ما اکنون ویکتوریزیشن چه ویکتوریزیشن دامی خلاق ای پی او شای مثلا جمع دو تا رقم جمع کردن ما در کار ویکتوریزیشن کدی هم تو جمع های مثلا لیکن وای همین خل ای پی آی کی وای C# .NET पे एग्जीक्यूट नमीशात مثلا وایانده چه وایانده هم تو اتریبیوتاش های مثلا ویکتوریزیشن انده اتریبیوت های که این مثلا این دو تا رقم جمع میکنه گفته که اتریبیوت یگان دیگر چیزی وای نیست اکسترا چیزاش نیست وای چیکار میکنه وقتی که کامپایل میکنیم همین چیزه همون اتریبیوت دار کد مایه وای گرفته خودی ارکیتکتوری همون پروسسور به نگاه کرده اکسلریشن استفاده می‌کنه مثلا پروسسور همین خلاق چیزایی پدرش که می‌کنه اکسلریت گفته که چیزایی یعنی همین خلاق چیزایی استفاده برده پروسسور همه وزمانش استفاده برده تستر عملیات اجرا می‌کنه اکنون همین خل چیزایی سرچ ولیو پیش برآمدگی بود به فکرم 2 سال پیش همون جانده سرچ ولیوز فقط 4 بایت بود. حاضر اکنون ناو ایمپلمنتیشن با استرینگ کده شدگی این چیزه. سرچ ولیو این مثلا مانده فرض کردیم یگان تکستی کلان ما های ایسان کیه ما های اما در درونی همون تکست ما همون کیه یافتن ما در کار اکنون سرچ ولیو همین چیز یافتن با ما تستر همون چیز یافته میتید وقتی که ما هم تو ریگولار سرچ میکردیم باشیم اگر ما همون تکستی کلمه‌های ایتریت کرده هر یکتاش میایم به تئوری من این کی به تئوری گفته برآمدن ما در کنه اکنون این سرچ ولیو همون کی های مثلا کی های تیم اگر همون الگوریتمی همه بهترین وقتی ران تایم انده ساخته میشه این کما که وقتی اینیشالایز وقتی من این اینستنس شد دازینگ وقت میگیرد این سانی وقتی سرچ انده وجود تست کار میکنه خودی مکانیزمش یا که وای چه گم مکانیزمش خودی آیاتی کامپیلاتور با اینو مثلا وقتی کامپیلاتور و آیاتی تستر وقت ملتر وقت میگیرد و لیکن خودش ران تایم تست کار میکنه این هم تو اینیشالایز به کماکک وقت مل میگیرد مثلا نو هم تو اینستنس شویم و دیگه اینه که اینه شویم دیگه کماکک وقت میگیرد وقتی که این چه وقت میگیرد چون که این اینستنس شده سگونده این همون دادگی استرینگ مایه دیده میبرد که کدام الگوریتم این به مثلا بهتر کدام الگوریتم استفاده برام این به اینو فهمیدیم برای همین چیزای مثلا ولیو های سرچ کردن یاردم میده تنسن پریمیتیوز ما .NET انده میدانیم ماس گفتگی کلاس ما های دونشان یا کلا ماتماتیک متداش های مثلا ات هر خیلی ماتماتیکی متدو اکنون همین خیلی ماتماتیکی متدای من این تنسر پریمیتیو که دام استفاده بردم ممکن این تنسر پریمیتیو حالی گفتگیم با این خودی ویکتوریزیشن استفاده میبرد اگر همون پروسسور انده هاردویر اکسلریت اگر انیبلد باشد مولی امین ماشین لرنینگ به وای قدر نالج هم نیست لیکن همین چیزایی مثلا ماتماتیک که رشاد به همین خیلی چیزایی استفاده میبرد من مثلا حالی گفتگیم با این دو تا رقمه یا که پارالل دو تا اری ما های همون اری ما یک دیگرش به جمع کردن پروسسور همه وزمانش استفاده برده پارالل جمع کرده ریزولتات میدهد چیم خودی .NET کده لوپ کده جمع کردن دیگر لیکن این کده استفاده بردن وای حالی گفتگیم با این همه متد همه عملیات های در درونی تنسر پریمیتیو خودی درونی .NET اندران نمیشد پروسسور نه اورویننده کار میکند خب داش و البته در درونی .NET باز هم ملتر سپینه های استفاده برده شده
یعنی که این معنی آن دارد که رانتایم دات نیت ما کمتر میموری الوکیت شداست با تیزتر پرفورمنسش تیزتر شداست با امپرومنتش همین میموری الوکیت نشود پرفورمنسش تیز میشد. این اجنده ما بود. خب اکنون کمک دیمو با من این API ناو alternate lookup نیست؟ شد. یک تا بنچمارک ساخته بودم همین alternate کی lookup دیده شده است. میام کلام کنم. شده؟ با کلام کنم. شد. اکنون سیتاپ یا با شده شما فهماندیم. سیتاپ این من این حالی گفتگیم با این تکستی کلان. یک عملیاتی وی میبینیم مثلا تکستی کلان ما های این اکنون ما میخواهیم عملیات کردن ما در کار که همون تکستی کلان مانده هر یک کلمه ای که مانده هست همون چند بار استفاده برده شدگی. اینجا ما حالی گفتگیم با این دیکشنری استفاده بردیم. دیکشنری این string bet int کی ما یعنی string دویم تی ما این همون کلمه ای که در همون در درونی من این تکستی کلان ما چند بار استفاده برده شدگی. خب یکم ما بی یگان یکم بی یگان API های ناو دات نت نو ما چه خیلی میکردیم. مثلا اکتر ریجکس ما های ریجکسی مثلا وردز های مثلا من این ریجکس ما میگوید که فقط کلمه ها و مچ میشد. اکنون اینجا میبینیم همون ریجکس استفاده برده من این کلمه های مچ هاش انیمیریت میکنیم. حالی گفتگیم با این من مثلا اینجا و من این مچ گیفته ما درونی من این تکستی کلان ما وای کداسیم سابسترینگ کداسیم. سابسترینگ این استرینگ برمیگرداند چه که بینتون اگر استرینگ برمیگرداند این گفته نگاب که ما میموری و یک استرینگی ناو خوش کداسیم. یعنی که ایمان در همون درونی تکستی کلان ما چند تا کلمه باشد همش میموری و با دوپلیکیت میشد. مثلا 1000 تا کلمه ها باشد 1000 تا با میموری الوکیشن میشد. این پرابلمه تو و من بنچمارک ساختیم این تمام شده نشه اینو گابزده بریم. خوب اکنون alternate کی که دیگه کار میکنیم. alternate کی که دی ما یه بار خودی دیکشنری ما alternate کی گفته میگیریم یعنی که این wrap پری دیکشنری من چه خیلی کردیم تون alternate کی گفتیم. اکنون ما خودی تکستی کلان ما یه سپن که دیگه میگیریم. مثلا همون تکست ما اکنون ما که سپن استفاده بریم. سپن این همون تکستی کلان ما که مثلا منمین میموری منمین جاش تو منمین قدر ویاش های سایزش های گفتنی اینفورماسیون دیگر یگان دانشنده اینفورماسیونش نیست. با حالانگی با این من این ریجکس انیمیریت میکنیم. اکنون هر یک این سپن به اکنون ما سلایس میکنیم. این سلایس گفتنی گفت که منمین ریجن تو منمین قدر مثلا پنجم پوزیشن 10 تا گیر گفتنی گفت من این سلایس من ایندکس دید تو این لینک مثلا 10 تا گیر این زمینیت ما و سلایس این سلایس میتودی انی سپن میشد یعنی که اینم یگان میموری الوکیت که دوست کشنه
مو این span داده span of چی چار این گفتنی گپ خودی string کدی یا خیلی چیست لیکن memory allocationش نیست اکنون alternate key lookup анда همین خیلی возможность هایی که ما try get به اوج string نیو خودی span دادیم من چه خیلی کدی دوستم من این word ما این span دادیم این span همین خیلی alternate lookup همین خیلی возможность هایی که همین span کدی ما همین کی داده میتید مثلا که در درونی همین dictionary همین کلمه بود می نمی و ایش میتید این alternate key lookup بود اکنون حالی بودت EPA now reject split is only memory split این همون تو span split یکمش دیده برویم اینجا اکنون ما ریجکس به سپلیت کرده میتونیم مونده ریجکس ما های اینجا به وایت سپیس مثلا وایت سپیس بیاد اگر همون کلمه ده این مچ میدید اکنون ما همون مچ انیمیریت کنیم مثلا که سپلیت کنیم این مثلا تکست میتیم همین خلاق ریجکس به طوری بیاد اگر ما همین چیزایی سپلیت کرده تی این رنج میدید اکنون سپلیت ما اکنون ما با همون تکست ما یک اکسپند کرده همین ریجن تو منطقه گیر همین ریجن منطقه گیر گفته هم تو همون پوزیشن هاش گفتاسیم خلاص اکنون با اینجا پرابلم های پرابلم های قدرم کلام نه لیکن اینا با تستار کردن ممکن ما دو بار همون دیکشنری به لوکاپ کردیم یکمش این try get کرده همین کیه دادیم منمینه و یه والیوش تیک دادیم خب داد یا کی نداد بعدی وای اوج من اینجا با یک لوکاپ کردیم همین کدی ایندکس کدی یکمش دویمش try get کدی اکنون یک متدی نابر آمد وای به memory marshal به memory marshal sorry collection marshal به این возможности ناو میتید که خودی همین در درونی دیکشنری ما رفرنسی والیوش تیاد مثلا که من اینجا پرابلم بوده اول دیدم پرابلم این پرابلم کلان نه لیکن مثلا که همین همین پیس اف کد ما مثلا میلیون ها وای شود ایتره شود یا که در درون لوپ ملتر استفاده برد شود اگر ممکن اینا استفاده برای میشد مثلا ما گفته میتونیم که همین دیکشنری والیوش تی مثلا یه بار ایتریت میشد یافت اگر یافت نتواند اگر دیفالت والیو این همون والیوش میتید مثلا حاضر مانده دیفالت والیو ما اینت دیفالتش نول اکنون ما دیکشنری که مثلا من خیلی میتونستیم فرکانسی مثلا یکون تکست من خیلی کنیم که من خیلی کنیم نمیشه چون که این خودی والیو ما برمیگرداند اکنون والیو خودش تیم اگر ما خیلی پلوس کنیم اگر این خیلی پلوس کرد با یکون جواب بخش داشت و اکنون خودی ما اکنون رفرنسی همین مموری در کار که ما مموری ما خودمون آلش کنیم همون رفرنس من اینجا بینتون اگر اینجا من اینجا نوشته مونده است که رف تی والیو گفتگی یعنی که این همون والیوی رفرنس میتاد یعنی که ما خودی همون مموری دایرکتلی آلش کرده تونیم به فکرم بنچمارک ما شد چخیل که میتونم یکم متدی ریگولار نمیتونم ما هم تو ایتریت کرده هر یک تامون تکستی کلمه‌ای دیده برویم اگر من اینقدر به فکرم 45 مگابایت memory allocation شد هم تو alternate lookup که دیده برویم اگر ما اوجه memory allocation آنچه آزاد شدیم این بود alternate lookup
reject split, span split и collection marshal. Aknun, EPA now search values of string dedi میبرویم. یه بار سیتا فهمانده برام. باز همین جنده تکستی کلون ما های. من این تکستی کلون ما. ای اکنون حالی گفتگیم با این چه پرابلمی حل کردیم، چه عملیات کردیم این جنده. تکستی کلون ما های هولانگی. اکنون ما در درون همین تکست منمین آلیس، رابیت، کوی، کینگ همین کلمه های یافتن ما در کار. یکی اکنون ما اینجا search value instance ساختن ما در کار چه که میسازیم همین کلمه هایی که ما و key value ما های key value های search میتیم. یعنی که من این search کردی create میکنیم همین key ها کردی. این با بیزات نم اینجا string comparer دادن ما در کار این مثلا string comparer هر یک مثلا این حاضر built in dot نتانگی همین این من search value provide کردگی یک اینترفیس بود ایودان برآمد همین اینترفیس ایمپلمنت کنندگار search value همون به وای ساخته میتونه search value search ساخته میتوند. خب حاضر از یک تا بنچمارکش هم سرتیم سونی دلش میگذاریم. خب اکنون سرچ ولیو که چه خیلی کار میکنه به چه خیلی استفاده میبریم. باشه چی سرچ ولیو نی سرچ ولیو اینده اکنون سپنوو ایندکس آف به اکنون سرچ ولیو میگیرد. یعنی که این سرچ ولیو تیم اگر این تیپ کی های میتیم این همون کی های تیم اگر وای ما ایندکسی ایمن همین کی ها کی گجانده بدگیشه میتیم اگر مینوس یک باشد خیلی این یافته نشد. خیلی این دونشه گفت زدم بکنم که وقتمون کم موند. بنچمارک میبینیم چقدر تستر شد. چقدر میتون من اینقدر وقت گرفت سرچ ولیو من اینقدر وقت گرفت. memory allocation کمتر شد. Tensor primitives. Tensor primitives چقدر وقتمون بود؟ تو؟ Tensor primitive گفتگیم با این خودی ماتماتیکی عملیات های با تنسور پریمیتیو استفاده بردن میکنیم. چخیلی که همون ماث داد چخیلی متدای بینتان اگر همین تنسور پریمیتیو بنده مولش های. بفکرم وقتی من تمام شد سوالو گذاریم میشم. تشکر بایر جان که شما در проект нишон дада тавонистед кор карди матной калон тавассути методой гуногон бо бенчмарк нишон додед. Ташаккури зиёд ва қисми саволҳо мегузарем. با زبان انگلیسی نوشته شده است. من زبان оригинали که میخونم و بعد روسی و تاجیکی تا میکنیم. И spans thread safe یعنی که безопасны ли спаны для потоков. خب نه یعنی که این span این چیزی span این هم تو استراکتی پراستایی که میشه در درونش هم تو رفرنس برای همین مموری مثلا لبا خیلی ابجکت ما هم span به داده میتونیم و مثلا string شدیم یا که مثلا array of یگان int شدیم memory allocate کردیم. span همون به span شویم اگر همون هم تو همون memory مثلا من memory
آینده استفاده از همین چیز ای من میقدر میمری گفتگی همون سپین همون خلاص یگان چیزی دیگرش نیست در درونی وایس سپین اکنون سوال سرید سیف به چوب من زی نظر داشته همین خیلی سوال دادن من ممکن نفهمیدم رحمت یکی مثلا این مثلا خودی اینت با این چیز وای استراک وای استراک چیز وای اینت چه خیلی استفاده میبرید و هم استفاده برده میتونید سپنه اگر که خودی حالی کم دیمونستراسیون کردن به فکرم سنجر دنی مولتیپل thread concurrently یکتا value type reference گیرد اگر یکتا وای شد همون وقتانده خودی مثلا سپن یعنی مثلا سپن استفاده بریم همون وقتانده internal locally استفاده بردن در کار Рахмат. Саули Наубати. Какие нововведения оптимизируют работу с task и async await? Нагони ки дар C# сензда хаст, яъне ки кори task ва async await-ро оптимизация карда метавонад. ма این سال یگان نویگری خودی async await به ندیدم لیکن به فکرم یک 2 سال پیش می دیدگی بودم value task آمدگی بود و value task struct خودی task نگاه کرده و member allocate نمیشد و specific جاها استفاده برده میشه خلاص لیکن من یگان نویگری و به async await به نیست لیکن async await همین چیزی که و اگر یگان جای نیتا باشد اگر و پرابلم خود Рахмат. Бо сауали охрон, как улучшение многозадачности и параллелизма в .NET 9 могут повысить производительность приложения? Мультитаскинг ва параллелизм. Кидар .NET имплемент шудаги барои бехтар намудани перформанс пешкаш шудаст. Вай параллелизм алакай این سال به ایمپرومتش ما دیدگی بدم ممکن در دونش استفاده بردگی من نمیدانم سپن های لیکن پرالیزم های اگر ممکن پرالیزم استفاده برده عملیات های تیز کدام ممکن گفتگی باشن اگر ها کدام میتونیم سوال از دیگر Как улучшение многозадачности и параллелизма в .NET 9 могут повысить производительность приложения? Читаур имконятой .NET барои бехтар намудани перформанс ки вобаста ба мультитаскинг ва параллелизм аст پیشکش کرده شده است در .NET. هم تک سیمپل گوییم اگر این سال خودی تاسک پرالیزم یگان چیزی نویگری نیست همش همون وای به سپن ها و وای شدگی فوکس کردگی میموری الیکیشن بود با همون خریدی 85% ایمپرومنت وای بود همون سپن ها که کار کردن ملتر سپن های درونش استفاده بردن بود Ахматикалон. Акнон саули бехтарин рубоят ки мо интихоб кунем. Аз се савол. Кадомаш ба фикри шумо бехтарин буд? Якам савол вобаста ба спанҳо буд, яъне ки спанҳо бехатар ҳастанд ба средҳо, яъне ки потокҳо. Дигар савол оптимизатсияи task ва async await буд. و آخرین سوال وابسته با یعنی که مولتیتاسکینگ و پارالیزم در .NET 9 بود یعنی که یک خیلی تغییرات هست یا نیست همون پارالیزم در .NET سوال نقض بود لیکن نویگری قریب که اینجا ندیدم ما یک بلاگ پست های .NET پر چیزی که نویگری هست همه چیزا نوشتگی بود یک 300 تا لیست بود
به فکرم اینجا سریدینگ بیان بود من اینقدر هم اهمیت ندادم چون اینجا بنچمارکی جدا هم مایده بود بینتون اگر بنچمارک اینقدر هم ریشوش کلان نبود برای همین وای اهمیت نداده هایلایت نکردم اینجا ممکن باشد همون سوال نیست Teşekkür ediyor. İsmail savol Dodian. İsmail. بابا.